اگه دوست نداری زندگی در بچه وارد این جنگل شدی نشو. سلام رفیق، چه خبرها؟ خوش اومد به کانال ما. توی این ویدیو قراره بری که از جای ترسناک جنگلی که اسمش هست جنگل هویا. از قبل از این ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش و حتما ما رو سابسکرایب کن تا ویدیو جدیدم به دستت برسه. با ما همراه باش. در کشور رومانی جنگلی هست به نام جنگل هویا. در این جنگل اتفاقات عجیب و ماورایی رخ میده که به گفته برخی از افراد زیادی که به اونجا رفتن و دیگر برنگشتن. حتی گفته شده رد پای آدم‌پزی‌ها در این مکان دیده شده است. درسته که بازدید از این جنگل و دیدن درختانش و پوشش گیاهی حس حال خوبی به ما دست می‌دهد و شنیدن صدای پرندگان و آرامش خاص که حاکم بر آن است برای ما جذابیت دارد. اما بعضی از جنگل‌ها به جای اینکه حس خوب و آرام به ما دست بدهد، حس ترس و اضطراب و وحشت را در ما ایجاد می‌کند. فکرش رو بکنید که درختان عجیب و انبوهی که اجازه عبور نور را نمی‌دهند و نمی‌گذارند فضا کاملا روشن شود، روزنمه غلیظ و تصویر زیبایی جنگل را از ما پنهان می‌کند. دیدن چنین صحنه‌ای برای جذابیت طبیعت و دلنشین بودن تصویر زیبای جنگل را از ما می‌گیرد. شاید براتون سوال پیش بیاد علت ترس مردم از این جنگل برای چیه؟ داستان از این قرار که عده‌ای ترس را کنار گذاشته و برای بازدید از این جنگل وارد قلب این جنگل شده. درختان عجیب و غریب در آن جنگل هستند که به مرور زمان تغییر شکل دادند. آنان می‌گویند افراد زیادی که برای گشت و گذار به این مکان رفته‌اند هرگز باز نگشتند و یا افرادی که جان سالم به در برده‌اند احساس خستگی کرده و دچار درد جسمانی شدند، از جمله خارش، سردرد، سرگیجه، تهوع، احساس شدید ترس و نگرانی و دیگر احساسات عجیب و غریب که اکثر بازدید کنندگان به آن دچار می‌شوند. اما اصلی ترین اتفاق این جنگل که بسیار بحث برانگیز بوده که زیستشناس آن دوره که تصاویر زیادی از وجود یک شیء عجیب در هوا به ثبت رسانده است. قسمت عجیب آن بعد از مرگ او از بین رفته و ناپدید شده. این اتفاق اولین و آخرین رویداد عجیب در این منطقه نبود. در آگوست 1968 یک فردی که تکنسین ارتش بود نیز تصویری عجیب از یک بشقاب پرنده را بر فراز این جنگل به ثبت رساند، به طوری که این منطقه تبدیل به مکانی برای مشاهده نورهای عجیب و غیر قابل توصیف شده بود. مسئله تنها به دوره قبل برنمی‌گردد. افرادی که امروزه وارد این محوطه می‌شوند پس از بازگشت دچار آسیب‌های جسمانی می‌شوند. مردمان به این باور رسیدند که تمام این اتفاقات خارج از قدرت زمین است. بدتر اینها حاصل حضور قدرتمند نیروی ماورا طبیعی است. اتفاقات این جنگل به حدی عجیب و ترسناک است که حتی گزارش شده جسمی پررویشه و روحانی ظاهر و ناپدید می‌شود. و همچنین از شنیده شدن صداهای مایک سخن می‌گفتند و شنیدن قهقه که سکوت حاکم بر محیط را در هم می‌شکند. افرادی که در محوطه اطراف جنگل زندگی می‌کنند می‌گویند که اکثر افرادی که ناپدید شدند به شکل وحشتناکی به دام افتادند و تمام آنها توسط ارواح و موجودات ماورا تسخیر شدند. گویا همه افرادی که وارد آنجا می‌شوند تحت نظر این موجودات ماورا قرار می‌گیرند. تمام این اتفاقات نشان می‌دهد که آنان هر کسی را که وارد قلمرو و محوطه آنان می‌شود آسیب می‌رسانند و یا آنان را به شکل وحشتناکی از بین می‌برند. جالب بدونید این فعالیت‌های ماورایی تنها به انسان آسیب نمی‌رسانند بلکه به پوشش گیاهی را هم از بین می‌برند. اگه بخوام عمیق‌تر به این موضوع عجیب دقت کنیم می‌بینیم که این موجودات ماورایی که قسمتی از جنگل رو تصرف کردن هیچ چیزی رشد نمی‌کنند مگر درخت یا گیاهی که کاملا از لحاظ شکل و ساختار با دیگر قسمت جنگل متفاوتند و همه اینها نشان می‌دهد که قدرت ماورائی آنها بیشتر از آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم. محققان در این منطقه مطالعاتی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که هیچ ماده و عنصر در خاک نیست. محققان برای کشف این موضوع عجیب و غیر منطق این بار از بومیان آن منطقه سوال کردند تا شاید بتوانند به نتیجه نهایی برسند. بومیان آن منطقه میگویند که این محوطه عجیب مرکز فعالیت موجودات ماورایی میباشد و این منطقه خانه ارواح است. تمامی صحبت‌ها به مشاهده غیر قابل منطقی به نظر می‌رسد، اما محققان و پژوهشگران به راحتی نمی‌توانند از این مسئله عبور کنند، چرا که موجودات دیده شده و شی‌های عجیب در این جنگل به ثبت رسیده و تصاویر زیادی از آنها موجود میباشد. وجود سفینه‌های فضایی، منطقه فاقد پوشش گیاهی، مفقود شدن
بسیاری از افراد مشاهده که ارباب و اختلال در عملکرد دستگاه الکترونیکی همه و همه از واقعیت داشتن این موجودات عجیب و ماورایی خبر می‌دهند. پژوهشگرانی از کشور آلمان، فرانسه، آمریکا و مجارستان تمامی وقت خود را صرف شناخت این مکان‌های مخوف و ترسناک کردند. پژوهشگران می‌خواهند با طیف شواهدی که در قالب تصاویر بوده، تمام ادعاهایی که از نظر برخی محققان شده است را انکار کنند. بسیاری از افراد بر این باورند که این نقطه با پدیده‌های ماورایی در ارتباط است و هشدارشون این است اگه برای حفظ سلامت خود ارزش قائل هستید به این جنگل نروید. سالانه افراد زیادی علاقه بر داستان‌های ماجراجویانه و مرموزانه باشند و یا اهل ریسک کردن ندارند، چرا که آمدن در این مکان محلی برای ریسک کردن ندارد، چرا که آمدن در این مکان بازی با جان خود است و یا اگر اتفاق جانی برای انسان رخ ندهد میتواند روح و روان انسان را تا سالها درگیر خود کند و انسان دچار مشکلات فکری و روانی شود، چرا که انسان مدام در حال یادآوری آن اتفاقات عجیب است و یا ممکن است در توهمات خود غرق شود. خب رفیق، ویدیو رو تماشا کردیم و چیز عجیبی که تو این جنگل بود رو دیدیم و اسناد و مدارکی که تو این جنگل بوده و میتونه وجود موجودات رو اثبات کرد، اما اینکه آیا وجود دارن یا نه رو به خودتون میسپارم. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدن. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش و حتما ما رو سابسکرایب کنید که ویدیو جدید به دستتون برسه. باید